قانون جدید مهاجرت از ژانویه 2024 در مجارستان معرفی شد. در اینجا نحوه تأثیر آن بر مجوزهای موجود و تاریخ گذاشته را خواهیم دید. اگر اجازه اقامت شما در ژانویه یا فوریه منقضی شود، اعتبار آن به طور خودکار تا پایان آوریل تمدید می شود. درخواست‌های جدید از 1 مارس 2024 پذیرفته می‌شوند، بنابراین اگر مجوز شما پس آن منقضی شود، به طور خودکار تمدید نخواهد شد. شما باید بر اساس قانون جدید برای یک مورد جدید درخواست دهید. زیر مجموعه مجوز اقامت برای فعالیت‌های کاری که بیشتر مربوط به صاحبان مشاغل است، از ژانویه 2024 تغییر ساختار می‌دهد. اگر این مجوز را داشته باشید، تا زمان انقضای آن معتبر باقی خواهد ماند. پس از آن نمی توانید آن را تمدید کنید، اما برای خوداشتغالی مهمان یا کارت مجارستان اقدام کنید. زیر مجموعه مجوز کار نیز بازسازی شده است. زمانی که مجوز فعلی شما منقضی شود، می توانید برای یکی از موارد زیر درخواست دهید. اجازه اقامت برای اشتغال فصلی. اجازه اقامت صادر شده به منظور اجرای سرمایه گذاری. اجازه اقامت به منظور اشتغال. مجوز اقامت کارگر مهمان. از طرف دیگر، می توانید برای کارت مجارستان یا کارت آبی اتحادیه اروپا نیز درخواست دهید. اگر بیش از 3 سال است که مقیم مجارستان بوده اید، اقامت دائم نیز یک گزینه است. اقامت مبتنی بر پیوست خانواده تا انقضا معتبر است. اعضای خانواده شهروندان مجارستانی واجد شرایط اتحاد خانواده خواهند بود، حتی بر اساس قانون جدید مهاجرت که در سال 2024 لازم الاجرا می شود. با این حال، دارندگان مجوزهای اقامت دانشجویی نمی توانند از ژانویه 2024 برای دریافت مجوزهای جدید پیوست خانواده برای آوردن همسر و فرزندان زیر سن قانونی خود به مجارستان اقدام کنند. اگر شما دانشجو هستید و اعضای خانواده شما قبلا در این کشور هستند، مجوزهای آنها تا پایان مهلت اعتبار باقی میماند. اقامت جویای کار گزینه‌ای برای دانشجویانی است که با موفقیت در مجارستان فارغ التحصیل میشوند. مجوز اقامت آدرس، دلایل دیگر هم متوقف شده است. اگر یکی دارید، تا زمان انقضا معتبر است. پس از آن باید بر اساس هدف دیگری که در قانون جدید مشخص شده است، برای اقامت اقدام کنید. امیدواریم به تمام سوالات شما پاسخ داده باشیم. ما را دنبال کنید تا از اخبار مطلع شوید و از اطلاعات کارشناسان بهره بگیرید.